مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 13 سپتامبر سال 2022 خبر داد که یک نورست از نوعه کوشانیان با گمان دزدی 25000 سامانی از ترمینال های دوشنبه سیتی بانک در شهر بختر دستگیر کرده است. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی در شهر بختر، رهبریت شرکت دوشنبه سیتی بانک مراجعت نموده است که 4 و 6 سپتامبر سال 2022 شخصان نامعلوم از داخل یکچند ترمینال های مرکز خدمت رسانی بانکی مذکور در شهر بختر مبلغ پولی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 25000 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، نابالغ عبدالصالح ساکن ناحیه کوشانیان همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. همچنین بنا به خبر دیگر وزارت کارهای داخلی در ناحیه شامنصور با عریضه مرد 37 ساله ساکن شهر دوشنبه مراجعت نموده است که 11 سپتامبر سال 2022 شخصان نامعلوم با راه پنهانی وارد منزل استقامتی شده از آنجا 8000 سامانی و یکچند نمود جواهرات طلایی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 18000 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 33 ساله ساکن پایتخت همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. از روی این حادثه ها تفتیشات ادامه دارد.